برادر پا و خواهر از شما خواهش دارم بر من یتیم یاردم کنین. زنی هستم که نیاز به خانه داشتم، دستگیری شما اینم صاحب خانه شدم. از اون رحمتی که برادر پا و خواهر و دستگیری شما ما صاحب خانه شدیم. این مهمان خانهش. السلام علیکم برادران و خواهران گرامی. مادر دیدین، مادری که با 4 فرزندش یک چند وقت پیش با ما مراجعت کرده بود و ما زبورش شده بودیم. در یک جایگی الحمدلله به این مادر کمک کردیم و بینید که مادر صاحب چی شد. السلام علیکم برادر و پا و خواهر و اکا و دادر. من همون زنی هستم که نیاز به خانه داشتم. شکرانه الله اول الله داشتیم و دستگیری شما اینم صاحب خانه شدم. هزار رحمت کلان الله جزای خیرتون بده. شکرانه که من صاحب خانه شدم. فرزندای من اینم ای خرسندی اونا دیگه یگون گفتن نتونستم. هزار رحمت برادر و اپا و خواهر الله شما راضی باشه. من صاحب خانه رو در کردیم. هزار رحمتی که برادر و اپا و خواهر و دستگیری شما ما صاحب خانه شدیم. الله همه شما راضی باشه. خداوند این دنیا و دنیا سربلند باشه. هزار رحمت دیگه چی گفته نمیتونم برادر. نه برادر نه خانه گرفتگیم بچه ندیل من محفول من اول الله دیدیم با یادم شما. هزار رحمت الله باشه. اینه در خانه شد. اینه خانه مهمان خانهش. نشکرانه خدا عبایاش همه چی شروع نسیگتاش پرداش و همه چیز چورهش اینه. هزار رحمت برادرای مهاجر. الله شما راضی باشه. نما باید چنین دیدم خونه یفتم. همه جای ساز حولیق شروع کودکو بازی میکنن. مکتب میروان انشالله با خواهشی چون این از میریم طرف حالیش طرف خانهش. دو در خانه دیگه هست. اینه همون این ایجاش جای خوابی کودکانه. نیجاش میکنی نیجا بانیه هست. اینجا باید در خانه دیگه. هزار رحمت برادرها الله شما راضی باشم. خداوند همه وقت نگهبانتان باشه. پدر و مادر شما را زن و فرزندان شما را در امان خودش نگه بداره. الله مهربان. خداوند روزی کمی را نبینید. برای من میاردم که الله همه شما راضی باشه برادرم. از اون رفتی الله با شما. برادران و خواهران گرامی، الحمدلله ما امروز تونستیم به این مادر یک خانه خوب بگیریم. برادران و خواهران گرامی، این مادر خود یتیم است و 4 فرزندش هم یتیم هستند و امروز ما کوشش کردیم که یک مبلغ خوب برای اینها جمع آوری کنیم و یک خانه خوب پیشنهادشون کنیم. الحمدلله امروز ما در یک جایگی، یعنی ما و شما سبب شدیم که مادر صاحب خانه شد. الحمدلله. و اینم همش کوشش های ما و شما از لایک و کامنتاری و دستگیری و با دیگران روان کردن ویدیو بود که الحمدلله مادر امروز صاحب خانه شد. برادران و خواهران گرامی، کسایی که دستگیری کردن، کسایی که زکات دادن، کسایی که خیر کردن برای مادر، الله جزای خیرتون تیا. ان شاء الله که پاداش از الله سبحانه و تعالی میگیرین. برادران و خواهران گرامی، هر یک تایما میدونیم که من در یک جای دیگه هستم، یعنی یک برادری که خیر میکنه در دیگه جا است، در امریکا است، در لندن است، در روسیه است، در شویساریا است، در جای باشه نباشد، مهم مهر و محبت تاجیکی ما، مهر و محبت مسلمانای تاجیکی ما هستند که الحمدلله یک مادر، یک خواهر، یک برادر دستگیری میکنیم. الحمدلله. این هم چی است؟ دینی ما میگد، اسلامی ما میگد، شریعتی ما میگد. و ما فکر میکنم که مسلمان های تاجیکی ما با مهر و محبتشون نسبت برادران و خواهران تاجیک زیادتر هستند که امروز الحمدلله میبینیم که بسیار هستند که
کمک میکنند دستگیری میکنند و همین خاطر برادران و خواهران گرامی الله جزای خیرتان تیا این فراموش نکنید هر یک برادر و خواهری که همین نوار را روان میکند مثال چی نواری خیریه نباشد روان میکند با دیگر کس و او کمک میکند و شما نیز ثواب همون کمک کننده را میگیره ان شاء الله. الله جزای خیرتان تیا برای دستگیریتان برای پیشروی و کوشش میکنیم که در جامعه یک منفعت خوب برسانیم ان شاء الله. کوشش میکنیم که با یک برادر و خواهر مسلمان تاجیکستان کمک رسانیم. باقی سربلند خانه آباد باشید. برادران گرامی ما الحمدلله اویاکس خم نباز کردگی هستیم. اویاکس پراسپک میر من نمره برادر را میگذارم. برادر 24 ساعت در خط علاقه است. برادران و خواهران گرامی کسایی که از تاجیکستان به روسیه میروند یا که از روسیه به تاجیکستان میروند یا که از روسیه به دیگر دولت ها یا که از تاجیکستان به دیگر دولت ها فرق نداره از کدام دولتی باشد در همین نمره زنگ زنید ان شاء الله که برادر 24 ساعت در خط علاقه است و با نرخ ارزان پیشنهادتان میکنند. بلیط های الکترونی است ان شاء الله در کدام دولتی باشین زنگ زنید و ان شاء الله که بلیط پیشنهادتان میکنند. و برادران و خواهران گرامی در این اویاکس ان شاء الله که ما جوابگو هستم. الله جزای خیرتان تیا برای دستگیریتان. سلام علیکم و رحمت الله.